خبرهاشو فهمیدیم که خودش شوهر بوده که حالا که شوهر دارد، شوهرش در رسیه هست، یه آدمی پولدار رو میبینه شوهر ندارم، میگه دویم زن میشه، میگه دویم زن میشم. بعد اون دویم زن شد یک هفته یه بار دو بار میاد اون مردک هم با او از پول مالک برخوردار میشه هم دیگر کارها، شوهر اولش هم نمیفهمه. همین کارا وقتی که از نظر قرآن من جزای سخت نمیگرفته باشم اگر که یک طلاق دهم، فعلا میخوام که یک بار سه طلاق دهم، یک طلاق که مگر بعد این میتونم بزن دیگه شوهر کنه، سه طلاق لازم نمیگیرم. زنگ اومد گفت یا رسول الله فلانی گفت شوهرش ناموشه گرفت، نه در دینش عیب دارد نه در خلقش، نه در دینش عیب دارد نه در دین آدم خوب است. لیکن من بعد اینکه مؤمن هستم کافر شدن بعد میبینم، لیکن من نمیتونم قطعی زندگی کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله اتر الدین له حقیقته، بابش برمیگردونی گفتن یعنی به مهرش باب بود. بعد گفت بله یا رسول الله بابش میتیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله شوهرش دعوت کردن گفتن که اقبل الحدیقه و طلقها تطلیقا، بابا رو قبول کن یک طلاق ده، یعنی یک طلاق کردی مسئله حل میشه. پول رو جدا شده میتونن، پول رو شوهر کردن میتونن، حاجت نیست. سه طلاق دادن، سه طلاق دادن حرام است، سه طلاق دادن بدعت است، سه طلاق دادن گناه است. یک طلاق میتونی تمام رسمی شوهرش گرفته بعد اصلا نمیگه در دستش تلفن و همون تلفنش آوره هست تا ساعت یک دوی شب اون تلفن آوره به سوی زن نگاه نمیکنه، یعنی قدری نعمتی که دارد قدر نمیکنه و قناعت گفتگی نعمت است. آیا می‌خواهید قرآن را درست و زیبا تلاوت کنید؟ آموزش قاعده‌های تجوید از اساس تا سطح پیشرفته، اصلاح تلفظ و مخارج حرف‌ها، درس‌ها با شرح و مشق‌های عملی، نظارت پیشرفت دانشجویان، بهترین شما کسی است که قرآن را می‌آموزد و به دیگران می‌آموزاند. برای ثبت نام و گرفتن معلومات بیشتر در کامنتر کلمه تجوید نویسید. قرآن را همان گونه بخوانید که نازل شده است. اکادمی القلوب مرکزی تعلیمی است که تأسیس داده شده است تا زنان، مردان و کودکان بتوانند قرآن و زبان عربی را در محیط آرام و احترامانه آموزند. هدف ما تنها آموزانیدن قرائت درست قرآن با تجوید نیست، بلکه همچنین دادن اعتماد، هوسمندی و محبت به کلام الله می باشد. در اینجا شما را استادانی با دقت، کورس‌های منظم آنلاین و محیط الهام بخش انتظار است که انسان را به آموزش تشویق می‌کند. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما کسی است که قرآن را می‌آموزد و آن را به دیگران می‌آموزاند. بله زنگار رو قبول کنم. میکروفون. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. داملا خوبی سازی؟ الحمدلله. داملا سوال بود، یک سوال نه دو سه سوال هستی، انا اجازت هست؟ میفرمایید. بسم الله. ما آدمی نو گاو زده استیم، گپای همی خدمانکتی گاو میزنیم. یک خشتمان داریم که شوهر نداره چی خیلی بگم مقصد که ما میگیم وای نمیخواه نمیگم شوهر میگیم بتیم تا یا که میخوایی یا که هیچی جواب نمیتن نمیگه ده به واسطه زنها پرسیدم، شاید شرم داره به شما، به واسطه دخترانش، به واسطه دیگر زنها دوگانه هاش پرسیدم. دویم سوال پدرم کسل ای بیمور یک دو سال میشوه خوب ای انا مقصد نگاه بینش برداشتن پس کردن مقصد حجت همش در اون جوش ای همیرا مقصد نمازوشا یا که مقصد همون چیزو را یکم تشه اجرا نمیکنه مقصد که گفتم نمیتونه با زبان کار نمیکند. نه اگر پیشتر حفظ کرده باشند در ایام صحت بودنشان، ولی آن کس با قلب میخواند. طهارت کرده تانستن کردن، نتانستن با تیمم در جای خواب در جای نشستشان وقتی نماز که شد نمازها رو میخونه. همسر دارن؟ داره الحمدلله. الحمدلله. و این مخصوصا برای بیمارها زنگ گرانتیتان، برای آنکه بعضی این پدرها به همین خیلی بیماری ها گرفتار میشد، مادر بر وقت گذشتگی، بعد پسرها شرم میدارند. در همین حالت هم بسیار زن بهترین چیز است. خوب است که خانه‌دار کنید. بنابراین در بالا گفتیم سفیدا رو خانه‌دار کنید گفته. بله
گوش کردیم دوملو مقصد کی انا همین چه بگم مقصد با زبون یعنی خودمون عقلش نمیگیره ده اینی خیلی مقصد کی همین کار میگی کردن کار چی نمیکنه ده اگر عقل از ایشان برداشته شده باشد قلم هم برداشته میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم که رفع القلم عن ثلاثه، قلم از 3 طایفه انسان ها برداشته میشه، یعنی قلمی نوشتنی گناه برداشته میشه. از آدمی خواب بیدار شدن، آدمی خواب در خوابش یگان گپی بعد گفت یا طلاق گفت، هر چی که گفت خواب باشد اون قلم برداشته گناه نوشته نمیشه. و از کودک تا به بلاغت رسیدنشه و از مجنون تا به افاقت تا به هوشیاری رسیدنشه. یعنی آدمی که عقلش گرفته شد، عقلش از وظیفش باز ایستاد، این آدم گناه نوشته نمیشه. اگر واقعا عقل از دست داده باشن گناه نوشته نمیشد، یعنی در این حالت نماز برایشون فرض نیست تا روزی که عقلشان بود به اون پرسیده میشه. این طرفش یعنی که گناه نوشته نمیشن. بله انشالله. یک سوال دیگر پیرم مقصد که انا همی مردک زن داره فرزند داره خو مایل زنگیری داره، نه که زنش مقصد اجازت نمیده یا که همین کار میشه که همیجا میتونه همون مرد به اجازت زنک پناهی مقصد پنهانی زن بگیره هیچ که ندونه مقصد. بله اجازت زن ضرور نیست، اجازت پدری همون کلیندی نو ضرور است یا برادرش یعنی ولیش. اما این زنی که مثلا دارد این کی راضی میشد؟ یعنی که راضی شدن با گشته بعضش اول در ابتدا راضی شده گران داد، حتی بعد اینکه نوبتی دیگر زن آمد تا سحر راه گشته برآمد. یعنی که اجازت نمیتید زنها، کم زنی که اجازت تید، برای اجازتی اونها شرط نه. اگر اجازتی اونها شرط میشد هیچ کی زن نمیگیرید. بله دارد مردها شهوتش بلند است به یک زن قانع نمیشد. بیهوده الله تعالی 4 زن اجازت نداد، چون که الله تعالی میداند که همین آدم به همین چیز حاجت دارد و با وجود این که مثلا 2 زنگی و 3 زنگی ضررها هم دارد، گاه به قتل و کشتار هم رسیده است، لیکن با وجود اینکه داشتنی ضررها هم دارد، یعنی اجازت دادن به 2 زنگی و 3 زنگی یعنی گوییم مینوسه های خودش دارد، لیکن با وجود همین شریعت اجازت دادگیش برای آنکه پیلوسه هاش زیاد است، یعنی منافعش از ضررهاش زیاد است و ضرر زنا بزرگتر از این دردسرهایی که 2 زنه ها دارند. مثلا یه آدم 2 زن داره یا 3 زن دارد، لیکن سرش ویران، آیرش سرجنگ و جدال، هر روز غربت پیش این زن میبیاد گپی نغز نیست، پیش اون زن میرد گپی نغز نیست، هر روز جنگ و جنجال. همین ضررش سبکتر است از ضرری اون مردی که 1 زن دارد و آهسته میرد زنا کرده میبیاد گویا که چیزی نیست. انواع ضررش عظیمتر است. بگذار زن داشته باشه، بگذار جنگ و جدال داشته باشید و در نزد الله تعالی پاک باشید، گناه نکرده باشید، حلال باشید. این اساس است. بله اجازت به اجازتی زنش زن گرفتن گرد به جایی هست، آشکارا هست اجازت از زن گرفتن، شرط نه که زنی اول یا زنی که دارد با خبر باشه. کلینی ناو پیرم اگر کلینی ناو باید شاهدی مقصد طرفی خودش داشته باشد، این به طرف نمیشه. نه بله زنک باید با اجازتی پدرش یا برادرش یا دادرش یعنی ولیش صاحبش اونا باید نکاح کنن، اونا باید یعنی آگاه باشن و جایی نباشد از اون طرف. بله سلامت باشید پیرم، دعا کنید حقیمو در غریبو. سلامت باشید، الله موفق کند غریب ها را در حفظ و حمایش نگه دارد. سلامت باشید. سلامت باشید. بله مسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم الله سبحانه و تعالی سازن خوبن استاد.
الحمدلله. زنا به هموزی سوالم گوش کردم اونقدر نفهمیدم. همین به مقصد خانواده‌اش نیست در همون نیکو مقصد نه کشه نه آتش یگون که وجود نداره در همون نیکو. همین نیکو هست استاد؟ طبق حدیثان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هر زنی که خودش به شوهر داده است بدون اذن ولیها بدون اجازت ولیش فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل گفتن نکاحش باطل است. این واقعا به حکمت نیست. ما بسیار زنها رو مشاهده کردیم، خبرهاش فهمیدیم که خودش شوهر دادگی حالا که شوهر دارد، شوهرش در رسیه است، یا آدمی پولدار رو میبینه شوهر ندارم میگه دویم زن میشم، میگه دویم زن میشم. بعد اون دویم زن که شد یک هفته یک بار دو بار میبیاد و مردک هم با او از پول و مالش برخوردار میشد هم دیگر کارها. شوهر اولش هم نمیفهمد همین خیلی کارها. وقتی که پدرش میپرسید که ما به دخترت خانه دار هستیم میگه که چه به دختری من خانه و شوهر دارد میگه. اما هیچ پدر یعنی که 99% پدرها شاید 100% هم خیلی نباشد که مثال نه دختری من شوهر ندارد بگیر گوید، یعنی که این خیلی آدم شاید نباشد. همش میگه که این شوهر دارد میگه. وقتی که برادرش پرسید، بنابراین شریعت بیهوده یک چیز حتمی نمی کند. یعنی در نکاح دختر زن اجازت ولیش حتمی است. فهمیدید؟ بعد میفهمید که این زن شوهر داشته است و تقارط و دشنام داده میگردید من فریب کرد. شما خودتون خطا کردید که از پدر و برادراش اجازه چه نگرفتید. بله برادرها، برای همین احتیاط شوید. این خیلی حادثه ها بسیار شدگی است که یا زنها به روسیه آمدن در تاجیکستان شوهر دارن، شوهری که مثلا خیلی نمیگویم هیچ چیزش، شوهرش در تاجیکستان است، خودش آمده در روسیه آدم پولدار میبینه به شوهر من میگه، خودش شوهر میتید. این چیزا هست. بنابراین دانستن ضروری. یا که از شوهر اولش جنگی هست و حالی طلاق نداده است، میگه که من شوهرم قدی جدا شده، که میگه مقصد شوهر کردم، لیکن حالی وای جدا نشد. از وقتی که برادر و پدرش میپرسید میگه که آخه شوهر اولش حالی طلاق نداده است، حالی دیروز از زن شکایت کرد 16 سال شده از شوهر جدا شدگیش به حالی طلاقش نگرفته است. اکنون امروز شوهر کردنی میل دارد، میگه حالی طلاق من نداده است، چیکار کنم؟ اهمیت دهیتان برادرها، برای حلال و حرام، برای دینتون اهمیت دهیتان. نمیدانید پرسید، دین از دنیاتون پیش گیرید، این کارهای بی همین خیلی نپرتایید، اهمیت دهیتان برادرها. بله. السلام علیکم برادر. فکر کنم آوازای من رفت است. سوال من در همین موضوع بود برادر. خدا رو شکر که در چی پیوست شدیم. 6 سال میشود که من اوله دار صاحب یک فرزند 4 ساله. این زمان خودم در مهاجرت مهنتی در اروپا. در طول این 6 سال با همراهی زنم خیلی میشد وضعیت‌های اولویه که مثلا جنگ و جنجال و چیها هر بار میشد. خیلی بعد سال گذشته هم کمتر سخت‌تر شد. برای که کمتر چی شد من سود دادم، سود با خیلی چی کردیم عبرت نویم گرفتم عریضه ما زندگی کردیم. بعد تو حالی نمیشد این همین قریبی 1 ماه میشود که زنم از خانه رفتگی 20 روز میشود. طریق تلفن مثال کمتر گپا ما گرفت، کمتر چی کردیم. اکنون طریق تلفن در خانه یک خودی که مادرم پدر ندارم، یک خودی مادرم هست. مادرم مانده خانه قوچه‌اش رفته است. انا اکنون سوال من همین که برادر یکمش که طلاق در همینجا جایز میشود یا نه؟ خیلی این ممکن در عموم جواب داده نشود. دویمش این که اگر در نزد خداوند من جزای سخت نمیگرفته باشم، اگر که یک طلاق دهم، خیلی نمیخوام که یک بار 3 طلاق دهم، یک طلاق دهم اگر بعد این میتونم و زن دیگه شوهر کند، 3 طلاق لازم نه بفکرم. مقصدتون جدا شدنی؟
بله. مقصد پور رو به خلاصه آمدید که از همین زن جدا میشه. پور یک بار نه، وجود چند مرتبه اوله من اوله وای مثال همراه چی کردم برای که اوله تین شود، چند بار جنگ و جنجال شد، تینش کردم. مثال از طرف من آدم بود، از طرف وای آدم بود، با حتی تا محله خانه های چندین مرتبه برآمده. مثال اکنون همین که تا همینجا فکر کردم که دوملا حیات من مثال قطع این زن چیش ندیداسی هم من بهتر شدن شد، برای اینکه 6 سال وقت گذشت تا همین وقت خیلی روی آدمی، روی انسانی مثال حرکت کردیم، رفتار کردیم، کردار کردیم. اگر زن خیانت نکردگی باشد، در دینش عیبش نباشد، در دیگر مسائلش سبک، یعنی که برداشت کردن دیگر مشکلی هاش امکان پذیر است، تحمل کردن ممکن است. الله تعالی میگه که اگر شما در وی یک خلقی بد بینید یا بعضی کمبودی ها داشته باشد، اگر صبر کنید الله تعالی عوضی نیک میدهد. علل خصوص اگر فرزند چند تا دارم میگوید؟ یک فرزند. یعنی مادامی که همین دو گناهی کلان نداشته باشد، یعنی بی دین نباشد، بی نماز نباشد و با کار خیانت دست نزده باشد، تحمل کردن دیگر مشکلی هاش ممکن است. برداشت کردن یعنی دیگر کمبودی هاش امکانیت دارد. مهلت دهید، زندگی کنید. شریعت یعنی که مقصد شریعت جدا نشدن عائله ها هست، مستحکمی عائله ها را میخواهد. میتونید مثال دیگر زن گیرید، موقتا به این معنی که زن گیرید تا اینکه اوی هم جواب ندهید و به شوهر نمانید و دیگر زن گیرید اگر حاجت داشته باشید بزن. لیکن اگر اوی هم خواهد، جدا شده نخواهد، مقصد شما به یک خلاصه آمدتان که زندگی کردن نمیتونید، بله طلاق برای همین مشروع شدگی است. طلاق این یک نوعی آزادی، یک نوعی آسانی و سبوکی از جانب الله تعالی است. فقط طلاق در وقتی غضب اکثری مردم میدهند، در وقتی قهر میدهند و بعد پشیمان شده درمدر میگردند. لیکن طلاق اصلا برای چی مشروع شده است؟ دو عائله که به یک خلاصه آمدن که اینا نمیتونن زندگی کرده، اینا باید جدا شوند. شریعت اگر همین های مجبور کند که نه شما تا آخری عمر باید زندگی کنید، گوید انا این ظلم و وزنینی هست. این طلاق راهی رهایی هست از زنکی که طبیعتش به شما موافقت نمیکنه. جدایی اجازت از یک زنک آمد گفت که یا رسول الله فلانی گفت شوهرش نامش گرفت، نه در دینش عیب دارد نه در خلقش، نه در دینش عیب دارد نه در، یعنی آدم خوب است. لیکن من بعد اینکه مؤمن هستم کافر شدن بعد میبینم، به معنای که من کفرانی نعمت کردن شوهر نمیخواهم. یعنی شاید میگن که بعضا صورتش بیزیب بود یا بوی بد داشت، این زنک آمد یا رسول الله من میتونم که از همون مردک جدا شوم، نمیخواهم همراهش زندگی کنم. این که آدمی خوب است، نه دینش عیب دارد نه خلقش، لیکن من نمیتونم قطعی او زندگی کرده. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اترودین له حدیقته، باغش بر میگردونی؟ گفتن یعنی به مهرش باغ داده است. بعد گفت که بله یا رسول الله باغش میتیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم شوهرش دعوت کردن و گفتن که اقبل الحدیقه و طلقها تطلیقه، باغ را قبول کن و یک طلاق ده. گفتن یعنی یک طلاق کتی مسئله حل میشه. پر را جدا شده میتوند، پر را شوهر کرده میتوند. حاجت نیست سه طلاق دادن. سه طلاق دادن حرام است، سه طلاق دادن بدعت است، سه طلاق دادن گناه است. یک طلاق میتید تمام او عده‌ش میشیند، میتونه شوهر کند. کی وقتی که مثلا رفت و شوهر کرد نکرد، بعد 1 سال بعد 10 سال پشیمان شدید، خواستید که با همین زنه گیرید، میتونید نکاح کرده، چون که شما فقط یک طلاق دادگی هستید. برای همین طلاق یعنی حل مسئله هست در حالتایی که زن و شوهر جدا شدن میخواهد، زندگی کردن نمیخواهد، بله با عقل با فراسات بعد فکر و مصلحت و مشورت و استخاره به همین خلاصه آمدیم که ما باید جدا شویم، بله در این صورت میتونید طلاق دادن.
فهمادم لو من هم نمیخوام که مثال یک برادرم مثال دختر یک برادرم مثال بیوه شود پیل جمع این در جامعه یک دیگر مثال بیوه زیاد شود یا اینکه مثال فرزندم بی پدر ماند یا که فرزندم بی مادر ماند. این چیز من هم نمیخوام. همین در وقت مثال تحمل کردم. اکنون اساسی همین زبان بود. جمع دیگر حاضر که در جامعه همین چیز من مشاهده کردم از طرف مادرش، هم از طرف مادر این هم مثال در جامعه همین چیز هم بسیار شده که مادرها بسیار عیب کلان دارند. از نظر من هم در همین جا همین خیل بعد من همین چیز مثال گرفتم که دومولا در کدام آیات من خواندگی بودم که زن باید که در نبودن شوهر خانه مال و فرزندای و یا باید که نگاه کند. همین جا که مثال همین روایت نکرد یک در نظر من. دویمش این که وقتی که همین خودتون حدیث شنیدگی بودم که وقتی دختری حضرت عمر چی کرگی بودن زوجه پیغمبر بودن یک گفته که مثال پیغمبر نگفتگی بودن و ها گفتن بعد طلاق دادن. همین ها حساب گرفته من میگم که به فکر من که یکم پگاه در نزد الله میگم جوابگری سخت نمیشده باشم. هر حال صبر کنید مادامی که همین دو گناهی کلانش نباشد برداشت کنید شاید الله تعالی عوض یک دهد با مهلت یک ماه دیگر دو ماه دیگر با یک به خلاصه بیاید در حالتایی که بعدی بامداد در حالتایی که یعنی که فکرتون در جاش هست به هم دیگر مصلحت کنید تا بله برادر هزار رحمت در پناه الله دوگه باشید بر دنیا. بله برادر بله در حال سوال دیتون برادرایی که بالا برآورده شدید به سوالاتون دیتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک کمتر مسئله مشکل بود میخواستم کمتر به همین خیلی فهمونم بچه هایی که به قدر زندگی حلال خودشان نمیرسند کمتر نصیحت میکردید یعنی که یک زن کوشش میکند زن اسلامی زندگی حلال داشته باشد این بر این شوهرش وای نکرده یعنی که دویم با تلفن چیزهای بیزیب تماشا کرده چه خیلی فهمونم با همین روح هسته خودتون میفهمید همین زن همه خیلی طاقت کرد چند بارو بخشید هیچ اصلاح نمی شود مرد زن قهر کرد خیلی چند وقتا شد گپ نمی زند در همین زن گناهگار می شود آخه همه خیلی مردهای چه خیلی کنم برای وی روم همین ده هم زن با هم نصیحت میکردید همین مردهای هم یک نصیحتی سخت میکردید که زنی عباد مسلمه دارن صالحه فرزندان عباد دارن برای چی هر همین راه میرون رحمت. بله بسیاری برادرها بسیاری از مردم میبیان از کار از کوچه دستاشون در دستاشون تلفن حتی یک زن رسمی شوهرش گرفته پرداخته است اینو میگد در دستش تلفن و همون تلفنش آواره هست میگه تا ساعت یک دوی شبه اون تلفن آواره به سوی زن نگاه نمیکنه یعنی قدری نعمتی که دارد قدر نمیکنه و قناعت گفتگی نعمت است برادرای عزیز قناعت همه زنها هم مردها هم غالبا چیزی زیاد میخواهند مردها میخواهد که زنش فلان صفتها را داشته و این خیلی نیست و خیلی اگر رفت و باشد و دیگر عیبها دارد او زن و زنی که شما میخواهید به اون درجه این فقط در جنت است حور عین چشماشون کلان زنهای خوشرو همه جهته این خیلی زنها در جنت است این خیلی زنی که هر یک مرد در ذهنش دارد کو همون زن گرفتن این خیلی زن نیست در دنیا اگر رفت و باشدم ظاهرا همین خیلی زن اگر پیدا کنید یا گرفته نمیتونید یا علاکه از اون دیگر کس است یا رفت و گریدم اون یک نوع ضررهای و عیبها دارد که از دیگر زنها عیبش کلان است
بنابراین آن دختر حلال و پاکی که در پیشتون است اون قدر کنید، اون قدر کنید. الله تعالی ضایع نمی کند این قدردانی شما را. بنابراین برادرای عزیز، این دنیا دنیای فانی هست. این مادامی که همین همسر حلال و پاک دارید به همین قناعت کنید، به کارهای حرام به دیگر طرف نگاه نکنید، به همسرای خودتان اهمیت دهید. اگر شما عملی صالح کنید و ایمان داشته باشید، الله تعالی از همین همسرتان برای شما زنی تاب دلی خودتان را میدهد. وعده الله تعالی از من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. بعضی زنها، بعضی انسانها زنش او معشوقه خودش، زنش دوست می‌دارد، انا این زندگی ها خوب است. بله مثال وام میخورد زنی که دوست نمی‌دارد لیکن عیب هم ندارد، یعنی حلال است، پاک است، مسلمان است، اطاعت و عبادتش میکنه، خدمت شما میکنه، ولی دوست نمی‌دارد. یعنی اینه به خاطر الله معامله نیک کنید، قطیش زندگی کنید. الله تعالی عوضی نیک میدهد، به خاطر الله عوضی نیک میدهد الله تعالی. بنابراین وقتی که 4 ساعت یا 5 ساعت در تلفن وقت گذراندن هیچ گپی ندارد، همین خطی از میگذرد. به جای وای شما اگر کار دنیا هم میکردید قریب $100 $50 کار میکردید، 4 ساعت اگر کار میکردید. اما استفادهش برای علم، استفادهش برای کارهای خیر خوب است. یعنی این تلفن امروز یک وبا هست، یک مشکلی هست که حالی درباره این 1 ساعت علاهیده میکنیم تا اینکه پر تمام جانبهایش را برای شما بیان کنیم. بسیار ضررهای کلان آورده است به مردم مسلمان. بنابراین برادران زیرک باشید، این دشمن است، اینا ساختند، هم از این پول کار کرده ایستادن، هم مسلمان های به گناه و غوطه زنانیده ایستادن. کار کنید که از این فقط فایده گیرید و به ضررش داده نشوید. الله نگه دارد تمام مسلمان ها را. قدری به شوهری پاک و به همسری پاکتان رویتان. بله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید.